یکی از رفیقای من با مرمی دشمن شهید شد. اون حور پایان شد، روحش را با ابریشمها با دسته گلها استقبال کرد برد. دویم شهید شد همچنان. سیم چهارم دختر زیبا و مقبول در بین قبه ماند. من گفتم که هان زنی من از حال من مرمی میخورم. من حور بهشت را با ازدواج کرده بر بهشت و بر زیر قندلهای جنت ساکن میشم. دمی لحظه امید من به من خانم بود. یک کافر پیش آمد میخواستم بزنم، به من گفت که لا اله الا الله محمد رسول الله. من ایمان میارم مسلمان میشم. در پهلویم ایستاد شد، با من با دشمن با کافرای رفیقای خود جنگیدن، شهید شد. اونها روح زیرا گرفت و برد. من در میدان ماندم. من بدبختم که روح من با حوران بهشت وصل در جنت نشد. من در این گران دارم.